دوان روجان دا بینرن جا پر بحثا لهفکرنه که دنابرا حکومت سوریه آوا گوهز و اسرائیل دا تکرن. یعنی اف چند روز آگاهی دوها بلاف دبن دبجا کوه سوری تبل پیمان ابراهیمی ببن. هری داوی وزیر کار دروه اسرائیل جدعان ساعر گوت گرینگا کو ولاتن وکی سوریه و لبنان تبلی پیمان ابراهیمی ببن. لبله وزیر دروه اسرائیل ویه که پشتراز دکه کو اگر لهفکرنک دناور وانو سوریه ده چه ببجی و جولان گریدای اسرائیل بمینه. Israel is interested in expanding the Abraham Accord circle of peace and normalization. اسرائیل برفرهکردنا قادا پیمان ابراهیمی آشتی و نورمالیزه کرنه گرینگ دبینه. برجواندین ما دخوازه جیران ما ین سوریه و لبنانه تبل آشتی و نورمالیزه کرنه ببن. بیرجی برجواندین اسرائیل ین اولهی و جوهری ورن پاراستن. On the Golan Heights, it is very clear, as I said previously. روشال جولان دیاره. قانون اسرائیلی 1908 بگه آنگو بری 44 سالان لور پیکاد. چل هفکرنه که سبروژه چه ببه ده جولان بشکی دولتا اسرائیلی به.